همین غم بزنهای سیه پوش شمیرانی، همین تازی پرستان خدازار صفاهانی، کتلبندان آشورا به سرکوبان چوخایی، همین خره به سرهای عزادار لرستانی، همین زنجیری یزدی و دمام زن خوزی علمداران شیرازی و نوح خان گرگانی، همین مداح اهل بیت سینه سوز اشکاور، همین هیئت گزاران اصالتدار تهرانی، حسینی های غرق خون و سقایان تبریزی، علی اصغر و اکبر باوران کرد و کرمانی، همین روزه بگیران طهارتدار گیلانی، همین حجاج مؤمن کبلی های خراسانی. پس از ماه محرم هر یکی در هفتم آبان شود کوروش پرست و آریا اندیش و ایرانی، شود تازی ستیز و رهرو زرتشت اسپندها، شود بابک ستاب و سرخ پوش و پیرو مانی.